هر کسی که از توحید گپ زد وهابی است. هر کسی قرآن را ترجمه نمود وهابی است. هر کسی از صحیح البخاری گپ زد وهابی است. هر کسی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله بیان کرد وهابی است. اگر تعریف وهابی باشه که قرآن بخوانی و سنت بخوانی، پس رسول الله صلی الله علیه و آله قرآن میخوان و حدیث میخوان، صحابه کرام میخواندن، امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه قرآن و سنت میخوان. چون کل کتابا رو که ما خواندیم اول علمای فقه حنفی شافعی مالکی حنبلی اول اساسشون چی است؟ قرآن است و دومش چی است؟ حدیث است. حدیث در کجا هست؟ در صحیح بخاری است، در صحیح مسلم است، در ابن ماجه است، در ترمذی است. این کتاب چی است؟ حدیث. الان وقتی که یا چیز شدن وهابی شدن، پس ضد از یا کی است؟ ضد از یا هیچ مسلمان نیست. وقتی کس به قرآن تمسک نکنه، به حدیث تمسک نکنه، از توحید گپ نزنه، او بی خود از دایره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شما در سلسله درسای عقیده، در 48مین درس عقیده، ما شما به اقسام توسل رسیدیم. اقسام توسل ما شما قبلا در هفته‌های قبلی توسل را تعریف کردیم، وسیله را تعریف کردیم، شناختیم. به این شکل ما شما آیات قرآن که درباره تقرب و که انسان چطور خدا به الله نزدیک میسازه یا را خواندیم. حال سر اقسام توسل که توسل چند قسم است و در قرآن و سنت چند قسم توسل ذکر شده. اصلا علما میگن که در قرآن و سنت 4 قسم توسل آمده. 4 قسم توسل است. اول توسل به نامهای الله سبحانه و تعالی است که ما به نامها و صفات الله توسل بکنیم. دوم توسل به نسبت صفات خالق به یکی از مخلوقات. این دوم قسم توسل است. سوم قسم توسل با خصوصیات خود یک شخصی که دعا میکنه، خودش توسل میکنه با خصوصیات خود که سرش بحث میکنیم. چهارمش توسل با اشخاص است یا با ذوات فاضله میگن. این 4 قسم توسل است. اینال قسم اولش توسل به نامها و صفات الله. چه قسم است؟ قسم اول می است. ایست که مثلا یک شخص دعا میکنه که پروردگارا ما به این مشکل گرفتار هستم. پروردگارا مثلا میگه پروردگارا تو غفور هستی، تو رحیم هستی، تو کریم هستی، تو مهربان هستی. یعنی توسل به نامهای الله. وقتی که انسان صفات الله را، یعنی مسلمان واقعی کی است؟ مسلمان واقعی کسی است که نامها و صفات الله را بشناسه و مطابق صفات الهی در زندگی 24 ساعته خود تمامی الفاظ، گفتار، دعاها و اعمال خود عیار بسازه. پس اگر یک کسی میفهمه که الله رحمان و رحیم است، پس وقتی که یک مشکل برش پیدا میشه، یک سختی پیدا میشه، میگه پروردگارا تو ذات رحمان هستی، تو رحیم هستی، رحمت تو بسیار واسع است، ما عاجز بیچاره و ناتوان هستم، با اساس رحمتت بالای ما رحم بکن، با اساس این صفتت بالای ما رحم بکن. اینی یکی از چی است؟ یکی از اقسام توسل است. مثلا اجابت کننده دعا کی است؟ الله هست، مجیب است. پس وقتی که مشکل داشت میگه پروردگارا تو اجابت کننده دعا هستی. و تو در آیات قرآن گفتی که اما یجیب المضطر اذا دعاه، کی هست که انسانی که در حالت اضطراری و سختی قرار داره دعاهای از او اجابت بکنه. پروردگارا خودت گفتی که خودت هستی، کسی دیگه نیست. پس پروردگارا این مشکل مرا بر ما حل بکن، تو مجیب هستی. پس نامهای الله را میگیره
با اساس نامهای الله و صفات الله به الله رجوع میکنه. و اینمی قسم در آیت شریف آمده که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. نامهای الله برای چی هست؟ نامهای الله وقتی که 99 نامش ذکر شده در قرآن است، در احادیث است، برای چی ذکر شده این نامها؟ این به خاطر ازی است که در آیت قرآن میگه که ولله و برای الله الاسماء الحسنى، نامهای نیک است، فادعوه بها، پس شما دعا بکنین الله را با اینمی نامها. این حال اگر کسی نامها را نمیفهمه به مخلوق رجوع میکنه، به قبر رجوع میکنه، به بت رجوع میکنه، به یک شخص رجوع میکنه. اما اگر نامهای الله را یاد داشته باشه و حکم الله، امر الله هست در عقیده، وقتی که امر میشه مخالفت با مخالفت با عقیده هست. مثلا یک نفر در یک مسئله فقهی مخالفت میکنه، مثلا میگه تو نماز بخوان، نماز نمیخونه، این مبتلا به گناه کبیره هست. روزه بگی، روزه نمیگیرن، این کافر نمیشه لکن مبتلا به گناه کبیره میشه. اما در باب عقیده خطرناک است. مخالفت با امر در عقیده انسان حتی از دایره ایمان و عقیده دور میکشه. آیت قرآن امر الله هست که ولله الاسماء الحسنى، الله نامهای نیک داره. چی کنیم این نامها را؟ گفته فادعوه بها، شما این نامها را یاد بگیرین و هر مشکلی که داشتین همون نامی که در مقابل است. مثلا تو گناهکار هستی، حالا میخوای که گناهیت الله بخشش بکنه، پس آیات قرآن است که الله غفور رحیم است، پس میگی پروردگارا تو غفور است، پروردگارا تو غفار هستی، تو گناه مرا ببخش. این حالا اگر مشکلی است، بسیاری کسایی که در این باب اختلاف میکنه که نیست من میرم او فلانی صاحب او غوث الاعظم دستگیر. کی از غوث الاعظم دستگیر؟ یک شخص هم میگن. این حالا غوث به معنای مددرس در حالت سختی و وام اعظم، و در زبان عربی اعظم دیگه از اعظم که بلندتر نیست. پس وقتی که این شخص غوث الاعظم شد، الله چی شد؟ از نگاه زبان عربی و عقیده، وقتی که یک شخص رتبه غوث الاعظم دادی، و متاسفانه هست میگن، و این کسایی که میکنن اینا احساساتی به همراه این شخص، اون شخص بیچاره دعا نکرده، یعنی هیچ شخص حتی شخص پیغمبر این ادعا را نکرده که من غوث الاعظم هستم. پس وقتی که غوث الاعظم اینی شاعر شد یا این عالم شد، پس خالق متعال چی شد؟ صفت خالقه که او ذات عظیم است. ما شما میگیم سبحان ربی العظیم، از سبحان ربی العظیم هم که یک رتبه بالا چیست؟ اعظم. پس رو گرفتی برای یک شخص دادی که دادرس ما در وقت بسیار مشکلات سخت از او که بزرگتر نیست، العیاذ بالله شخص مشکل پیدا میشه در عقیده. از این خاطر در مسائل عقیده وقتی که کسای احساساتی برخورد میکنه، اینمی انسانای احساساتی زود از دایره ایمان خارج میشه. کسی که عقیده رو نمیفهمه زود بی ایمان میشه، به خاطر ازی که مشکل عقیده چی است؟ که در عقیده کل چیز مربوط به الله هست، 99 نام الله هست، صفات الله هست. اگر یک صفت الله هم برای مخلوق داده شد، در اینجا شریک ساختن این مخلوق در صفات خالق میشه و اینمی خطر عقیده. اینا کسایی که در مقابل عقیده بی تفاوت هستن، از این خاطر یک نفر خوب میگه من مسلمان هستم، لکن متاسفانه روز میشه که وفات میکنه و در روز قیامت از صف مسلمان ها کشیده میشه و ملائکه برش میگن که نه خیر صاحب شما مسلمان نیستین. چرا؟ مدد رسان مجیب در حالت اضطراری قرآن میگه که الله هست، تو میگنی فلانی شخص است، پس تو این شخص مقام الوهیت الله را و صفات الله را به این شخص دادی، بنابراین تو با این عقیدت مسلمان نیستی. درست است اون در وطنت بودی، در تذکریت نوشته شده بود از امتیازات مسلمان ها استفاده کردی، در قبر مسلمانان در قبرستانشان دفن شدی، دختر بیچاره مسلمان هم کتت بردی، در شرک مبتلا کردی، مادر اولادارم به شرکیات او را هم یگان روز بردیش در قبر غوث الاعظم.
ولی حال فعلا در روز آخرت تو مسلمان واقعی نیستی، چرا تو عظمت خالق برای مخلوق عقیده کردی و این عقیده درست نیست. پس نام های الله قرآن عظیم الشان برای ما و شما مسلمان ها توصیه میکنه؟ میگه ولله، و مخصوص برای الله الاسماء الحسنى فدعوه، پس شما دعا بکنین بخواین الله را بها به اینمی نام ها. یا الله تو غفور هستی من گناهگار هستم، تو غفار هستی مغفرت کن مرا. یا الله تو رحمان و رحیم هستی من تو یک مشکل هستم تو رحمت تا بالای من نازل بکن. یا الله تو مجیب هستی، تو اجابت کننده دعا هستی، من اینمی در حالت سخت قرار دارم، پروردگارا دعای مرا قبول بکن. به این شکل ایناله اللهم اینی اسألک بانک الرحمن الرحیم ان تعافینی. این قسم دعاها مثلا در متون که آمده، مثلا در کتاب اصول ایمان فی ضوء الکتاب و سنه یک کتاب است، این میگه که از دعا مثلا به شکل دعا بکنی که برش بگویی پروردگار، یا من مریض هستم پروردگار تو شفا دهنده هستی. این است چیست انسان مؤمن به شکل. قسم دوم از انواع توسل، یعنی قسم اول توسل با چی است؟ با نامها و صفات الله است، که نام الله را میگیری و صفات الله را میگیری، با نام الله توسل میکنی که پروردگارا تو رحمان هستی، تو رحیم هستی، پروردگارا تو رحمان هستی، پروردگارا تو رحیم هستی، پروردگارا تو غفار هستی، پروردگارا تو شفا دهنده هستی، پروردگار این صفات تو داری، پس من این مشکل دارم، پروردگارا بالای من رحم بکن. این توسل است که قرآن عظیم الشان ما را مستقیما امر کرده که والله الاسماء الحسنى فادعوه بها، به این نام ها. پس بسیاری کسا که پیش اشخاص میرن برشان بگیر که از این 99 نام کلش خلاص شدی، توسل کردی با این 99 نام، میگه نه سر بالای 99 نام مثلا یاد ندارم. از این خاطر وقتی که نامای الله را یاد نداشت کس، صفات الله را کس یاد نداشت، به کی رجوع میکنه؟ به مخلوق رجوع میکنه. چرا؟ بر از او از نسبت به صفات الله بر از او صفات مخلوق زیاد گفته شده. ایناله کسایی که صفات مخلوق زیاد شنیدن، یک روز ما در یک صنف سر این مسئله بحث بود، گفتم بخیز معسولین هستن، کلشان معسولین فانزای وترنری بودن، گفتم تو بخی بچه‌م درباره یکی از شخصیت ها را نامش گرفتم، گفتم تو بخی درباره فلانی وطندار هست تو گپ بزن. گفت درباره چه وقت گپ زدم میتونی؟ گفت ساعت هم یک ساعت مکمل 90 دقیقه مرا وقت بده من درباره فلانی شخص گپ میزنم. بسیار خوب. و دیگر گفتم درباره فلانی شخص، او گفت من صاحب 2 ساعت دربارهش گپ زدم میتونم. همین شخصایی را که یا در افغانستان خود شخص دوست ندارن، شخص چی میکنن؟ پرستش میکنن. متوجه هستی؟ اینجا شخص پرستیست، شخص یکی شخص دوستیست، یکی شخص پرستیست. پرستش است خلاص. هر کسی که مثلا در یک حزب رفت، رئیس حزب او را پرستش میکنن. اگر در یک تنظیم رفت، رئیس تنظیم پرستش میکنه. اگر در یک جماعت رفت، رئیس او جماعت پرستش میکنه. اگر در یک مذهب بود، رئیس از او مذهب پرستش میکنه. اگر برش بگی نه خوب انسان بود، یک کمک شاید خوبی‌ها داشت، 98 خوبی داشت، یک دو تا اشتباه هم خداش میگه نه 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 نه. از پیغمبر هم میپذیره، از صحابه هم میپذیره، اما از رهبر خودم او میگه نه او کاملا چی است؟ او بیخی معصوم است، کل صفات داره. پس وقتی که پرسانشون کردم باری فلانی شخص، یکیش خیز گفت من نیم ساعت گپ میزنم. درباره فلانی شخص کی گپ میزنه؟ یکی گفت من 2 ساعت میتونم درباره از این گپ بزنم. خب افتر شخص که خلاص شد، من گفتم کی میتونه برای ما بگه که همین صفت خالق متعال مهیمن چی معنی؟ کس میتونه یک 3 دقیقه درباره از این گپ بزنه؟ هیچ کس استفاده بالا نمیده. درباره الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الغفار، وقتی این 12 صفت خالق از قرآن اومدن، کسی هست که یک 5 دقیقه از این شاگردای ما درباره از بخیزه به اینجا استاچه و گپ بزنه؟ کلگی سر خود خم گرفتن. پس من گفتم علت که ما و شما ایوز یا الله یا مخلوق میگیم، چرا؟ به خاطر از اینکه خالق نمیشناسیم، مخلوق زیاد میشناسیم، از مخلوق زیاد یاد میکنیم، از این خاطر عظمت خالق چی شده؟ در قلب ما جای گرفته.
از این خاطر عظمت خالق در قلبتان نیست. از این خاطر مجبور هستین در وقت مشکل کی در حالت بسیار مشکل آدم به کدام طرف رجوع میکنه؟ اما کسی که برش بسیار قوی معلوم میشه. از این خاطر صحابه کرام وقتی که مشکل پیدا میکردن میگفتن اللهم. امی قرآن عظیم شان، کل قرآن عظیم شان دعا را ببینین اللهم 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 یا رب. رب کلش اینمی کلمات است که رب اللهم اینیا را میگفتن. اما ما چرا نمیگیم اللهم یا رب؟ ما برعکس از چی میگیم؟ کلمات دیگه. من نمیگم که باز کس تو خفه نشه که والا چی کلمات است. ما شما کل ما میفهمیم که هر کسی که در این چیزا از کدام کلمات استعمال میکنن. چرا عوض نام خالق نامای این مخلوقات میگیرن؟ به خاطر از اینکه عظمت مخلوق در قلبش چی است؟ چون زیاد گفته شده از این خاطر این مخلوق در قلب از این بسیار چی ذکر شده؟ بسیار بزرگ گفته شده. در چارای نام یک مخلوق نوشته است، در سر دیوان نام یک مخلوق نوشته است. از این خاطر عظمت خالق برای مخلوق دادن. به خاطر زبانش به کجا میگرده؟ زبان بیچاره ملامت نیستی. ترجمان چی است؟ ترجمان قلب است. وقتی در قلب یک کس یک چیز بود، زبان اون امور چی میکنه؟ تکرار میکنه. این حال قسم دوم توسل چی است؟ قسم دوم توسل با نسبت نام خالق به یکی از مخلوقات. مثلا جبریل علیه السلام یک مخلوق بزرگ است. سیست تو میخوایی که به این عقیده هستی که از جبریل کده که هر قدر مخلوق بزرگ است، خالق متعال مقامش چی است؟ عالی است. او پروردگار جبریل است، خالق جبریل است. همین جبریل با می کلانیش الله خلق کرده. پس تو چی میگی؟ میگی که چه قسم دعا میکنی؟ میگی اللهم رب جبریل و رب میکائیل و رب اسرافیل. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین قسم دعا میکنه تا در قلب تو مثلا تو احساس میگیری که جبریل بسیار مخلوق بزرگ است، میکائیل هم مخلوق بسیار بزرگ است. همین بزرگی رو بر از کی داده؟ این مخلوق کی هست؟ پس میگه اللهم رب جبریل، ای پروردگار با عظمت، که تو خالق با عظمتی هستی که تو حتی پروردگار جبریل علیه السلام هست. اگر جبرائیل هر قدر بزرگ است مخلوق توست، میکائیل هر قدر بزرگ است هر قدر قوی هست با مقایسه با ما اونا بسیار قوی هستند، لکن تو خالق از اونا هستی. از این خاطر سعی کنین در صحیح مسلم در حدیث 1289 عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه سألت عائشه ام المؤمنین بأي شيء كان نبی الله صلی الله علیه و سلم یفتتح صلاته. میگه من پرسان شدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم افتتاح نماز خدا به چی میکرد؟ ما شما با سبحانك اللهم میکنیم نه؟ اما بغیر سبحانك اللهم دگام آمده. ما شما تا هم یک سبحانك اللهم را یاد داریم، دگاش یاد نداریم. چون یاد نداریم باز کسی دگاش یک از دیگه خوان باز مخالفت میکنیم. اما این صحابی مبارک میگه من از عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها پرسان کردم که ای مادر مؤمنان تو خود در خانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودی، رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خود چه قسم افتتاح میکرد؟ عایشه صدیقه میگه که اذا قام من اللیل، وقتی که برای نماز نصف شب میخیست یا نماز تهجد میخیست، قالت میگه گفت کان اذا قام من اللیل، گفت رسول الله صلی الله علیه و وقتی که شب برمیخواست برای نماز خواندن افتتح صلاته، آغاز میکرد نماز خدا با کدام دعا؟ با این دعا که اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحكم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدینی لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. پس ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینی دعا را میخواند، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم توسل با این دعا میکرد و الله با این دعا توسل میکرد. چی میگفت؟ میگفت که اللهم
اللهم ای پروردگارا، یا الله که تو کی هستی؟ رب جبرائیل، که تو پروردگار رب خلق کننده جبرائیل هستی، و میکائیل و خلق کننده میکائیل هستی، و اسرافیل و خالق اسرافیل هستی، فاطر السماوات والارض خلق کننده آسمان و زمین هستی. در دعای خود عظمت خالق بیان کرده میره، الله را با عظمتش یاد کرده میره که ای یا الله تو فاطر السماوات والارض خلق کننده جبریل و میکائیل اسرافیل و خلق کننده زمین و آسمان هستی، عالم الغیب و الشهاده تو هستی عالم آشکارها و پنهان، عالم الغیب و الشهاده، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون تو هستی کسی که در بین بنده های تو حکم میکنی در آنچه که اختلاف کردن. اهدینی، باز اینجا دعای خدا میکنه چی میگه؟ پروردگار مرا چی کن؟ هدایت. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینی قسم توسل میکرد. و تو نگفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم شو میخیست که میگفت که یا پروردگارا به نام ابراهیم علیه السلام، به نام موسی علیه السلام، به قبر عیسی علیه السلام، به جسد فلانی مرا ببر. نیست. برعکس از این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه صدیقه چه یعنی به نسبت دادن چیز در دیگه حدیث شریف میگه عن سهیل قال کان ابو صالح یأمرنا اذا اراد احدنا ان ینام ان یضطجع على شقه الایمن ثم یقول، میگه اینجا میگه ابو صالح میگه ما را امر میکرد وقتی که یکی از ما وقتی که خواب میکنه در وادی استراحت کردن چی باید بگویه؟ بگویه که به طرف پالوی راست خود که روش به طرف قبله به قسمی استراحت بکنه که روش کدام طرف شوه؟ طرف قبله شوه. متوجه هستین؟ به پالوی راست خود استراحت بکنه که روش به طرف قبله شوه. ما و شما تنها مردار قسمی در قبر میمونیم، اما زنده چپرکت که هر قسم دل شد میمونه. اما در اسلام کسی قسم نیست. تو باید در زندگی اونم قسم شو و پالوی راست روی به طرف کجا باشه؟ قبله باشه. میگه برای ما میگفت که به پالوی راست خو بکنین، ثم یقول باز میگفت اللهم فکرین اللهم یا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم. خو که میکنی عظمت کی در قلب جای بده؟ اما در بسیاری کسا که بری که شو خو میکنه چی میگن؟ میگن نام الله را یا با موسیقی خو میشه بیدینایش، دینداراش باز میگه یا پیر دولکی بابا دیگه خدا انداختم بقیلی به یاد تو. عظمت خالق در قلب خود جای نمیده. اما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به این طریقه خواب میکنن. چی میگم؟ اللهم یا پروردگار رب السماوات تو پروردگار خالق آسمان هست و رب الارض و خالق زمین هستی و رب العرش العظیم تو پروردگار و خالق عرش بزرگ هستی. ربنا پروردگار ما هستی، خالق ما هستی، و رب کل شیء و خالق خالق الحب و النوا. حتی امو خسته و دانه وقتی که دو توته میشه و از بین از این نبات خارج میشه خالق ازی هم خودت هستی. و منزل التورات والانجیل والفرقان و تو ذاتی هستی که انجیل و تورات و قرآن نازل کردی. اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته. پروردگارا ما به تو پناه میبرم هر چیزی را که تو از پیشانیش میگیریم. اللهم انت الاول، سکن دعا را اللهم انت الاول، پروردگارا تو اول هستی. اللهم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول هستی، قبل از تو هیچ چیز نبوده. و انت الاخر، و تو آخر هستی. فلیس بعدک شیء، بعد از تو هیچ چیز نیست. و انت الظاهر فلیس فوقک شیء و انت الباطن فلیس دونک شیء. اقض عنا الدین، پروردگارا دین ما را از ما تو
چی کن که دین ما داده شود و اغننا من الفقر و ما را از فقر غنی بگه و کان یروی ذلک و یروی ذلک عن ابی هریره. میگه ایره از کی روایت میگن؟ میگه ایره از ابی هریره رضی الله تعالی عنه صحابی مبارک روایت میکرد عن النبی صلی الله علیه و سلم. از کی؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما توسل یاد میده که این قسم توسل بکنید، عظمت خالقه، بزرگی خالقه در قلبتان جای بدین، در زبانتان بیارین و بعد از بگوین که پروردگار ما به تو پناه میبرم، پروردگار ما از فقر نجات بده، پروردگار قرض دین مرا برای ما توفیق بده که ادا شد. یس چی؟ طریقه درست. ابن عباس رضی الله تعالی عنه سکن کلش همین روایت است، اما افسوس که کس نمیخوانه. روایت دیگه هست متفق علیه که هم صحیح البخاری رو روایت کرده و هم صحیح مسلم. چی میگه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما؟ میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقول عند الکرب، میگه وقتی که سر رسول الله صلی یک مشکل میامد، یک سختی میامد، چی میگفت؟ لا اله الا الله العظیم الحلیم. در وقت مشکل خود چی میگفت؟ لا اله الا الله العظیم، ذات بزرگ، الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكریم. این دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این کس وقت نداره که دعاها را حفظ بکنه، در وقت سختی های خود دعا مثل دعای کی بکنه؟ دعا عبادت است نیست. عبادت باید به طریقه کی شود؟ به طریقه رسول الله. اما اگر ما میگیم دعا عبادت است، توسل عبادت است، استغاثه عبادت است، استمداد عبادت است، لکن میگیم میره به طریقه کی؟ میگیم به طریقه خود میکنیم. وقتی که پرسانش کنی چرا تو میگی؟ والا به نظر من، به نظر من میگه میرسه در قبر افتاده، او شاید شمشیر مرا بچه بده. این کی گفته ایتا؟ استاد به نظر من یک کار بد نیست. نظرتون مهم نیست، در کارهای دین که است باید بگویی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه کرام به این شکل اینی قسم اینی توسل است. عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها دیگه حدیث میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یعود بعد اهله. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عیادت بعضی از خانواده خود میرفتن. اگر کس مریض می بود به عیادتش میرفت. چی میکرد به عیادتش میرفت؟ مریض است، میگفتش ببر در قبر در غزنی ببر در زیارت؟ خیر. از ما مجرد که مریض دید میگه ببر در قبر فلانی. روز برام یک زنگ میده ما یک مریض داریم، امیر صاحب ببریم غزنی. وقتی شما به قرآن ایمان دارین؟ ها الحمدلله. خدا قرآن گفته که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خدا قرآن شفا هم است، رحمت است. سر مریض یک دفعه سوره فاتحه را با عقیده درست خوانده؟ نیست ابتابال نخوانده. اور شفا در قرآن است، قرآن هم در خانهش. نه پیسه کرا ضرورت است، نه مصرف ضرورت است، نه مشکل ضرورت است. نه مریض ضرورت داره پشت کنه. یه روز پشت کرده مریض میبرن تا به اونجا. چرا؟ مشکل در چی است؟ کتابال خبر نداره که شفا در چی است؟ در قرآن است. و کی گفته این گپه؟ الله میگه. اما کی میگه شفا در زیارت است؟ اورش پشملنگ. گپ الله را عقیده نداره که شفا در قرآن است. گپ اون ملنگه؟ عقیده نداره. ملنگ هم صاحب در مزار شریف که بیری ایشان صاحبای مزار شریف هر کدامش گلکسی 5 داره. در هر گلکسیشون صاحب 500 دانه فیلم هندی است. قرار نمیشه افتاده باز فیلم خودم سهل میکنه، باز خاله رو میگه پرتو شکرانه را. اونجا چشمش در فیلم است، در دانش چی است؟ شکرانه است. اینا گپ از او قبول میکنه و گپ الله را قبول نمیکنه. و ملنگا هم خوب چاله یاد گرفتن. مردم افغانستان هم میفهمه. خب این مردم خب بسیار مردم هستن که یک گپ بزن زود تحت تاثیر میره. اگه برش بگی که والا یک کسی در صحیح البخاری متفق علیه گفت که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عیادت میکرد، اینی قسم میگفت که لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، بازو آستان که نام صحیح بخاری را گرفت وهابی است.
نام صحیح مسلم گرفت چی است؟ ترجمه قرآن که کرد بفهم که وهابی. یک چند وقت پیش یک ورق اینجا نشر شده بود در کابل، بازنشسته کرده بود که انجمن حنفیان مردمان خوب دروغ میگن. نه حنفی یا بین حنفی خود ماستی میگه برو ما عقیده نداریم. این اصلا ما چند نفر چیزان باز آدرس خودم ندارم، نام خودم ندارم، هیچ جگه. یک ورق نوشته کرده که باز خوب از خودش در این ورق خود رسوا کردن. بازنشسته کرده که هر کسی قرآن را ترجمه نمود وهابی است. هر کسی از صحیح البخاری گپ زد وهابی است. هر کسی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و بیان کرد وهابی است. هر کسی که از توحید گپ زد وهابی است. پس شما جوانان عزیز فکرتان باشه، هر عالمی که از قرآن و حدیث گپ زد در حلقه درس از او نشینید. اما اگر کدام جایی رفتی دیدی که این وادی گپ اول خود کله خود لرزاند و صاحب تبله را شروع کرد، این بسیار چی است؟ این بسیار باز مفتیم خوب است دیگه. اگر تعریف وهابی باشه که قرآن را بخوانی و سنت را بخوانی، پس رسول الله صلی الله علیه و قرآن میخواند و حدیث میخواند، صحابه کرام میخواندن، امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه قرآن و سنت میخواند. چون کل کتابا را که ما خوانیم اول علمای فقه حنفی شافعی مالکی حنبلی اول اساسشون چی است؟ قرآن است و دومش چی است؟ حدیث است. حدیث در کجا هست؟ در صحیح بخاری است، در صحیح مسلم است، در ابن ماجه است، در ترمذی است. این کتاب چی است؟ حدیث. این حال وقتی که یا چیز شدن وهابی شدن، پس ضد از یا کی است؟ ضد از یا هیچ مسلمان نیست دیگه. وقتی کس به قرآن تمسک نکنه، به حدیث تمسک نکنه، از توحید گپ نزنه، او بی خود از دایره شد. بازم ورقه که کس بهش ما باز مرا گفتن استاد سر از این مسئله چطور که سر هر چیز گپ بزن سر از این هر کس هر قصه گپ زن بخیز سر از اون برنامه بگیریم بخیزیم جنجال بکنیم. عیف از این وقت ما قرآن هم برای مردم تشریح میکنیم، عقیده اسلامی را مون کورس عقیده داریم، تفسیر هم درس داریم، کورس داریم، درس خدا برشان میتیم. کس که آمد یک منزله شابد، کس که نامد 16 منزله شابد. ما در روز آخرت به این پروردگار این مرد 47 درس عقیده رسیده بود. مون سیدیایش هم نشستی که کس نمیایه ها کار خودش است. بره پشتون نفر که میره اون که خدا عقلش گرفته و با این گپا چی میکنه خلاص. پس عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها چی میگه؟ میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یعود بعض اهله، میگه عیادت میکرد بعضی از اعضای خانواده خدا که مریض میبودن، یمسح بیده الیمنا، با دست راست خود چی میکرد؟ چون همیشه کار رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست چی بود؟ با دست راست بود. حال کسی بگه 2 ساعت تا دست راست بسته و 3 ساعت کت فلسفه میگه. رسول هم کارهای خوبه بچی میکرد. حال ساعت تا کدام دست بسته کنیم؟ چپ یا راست؟ راست بسته کنیم. نه؟ حال دادم دالا و بوتل و خود بوتل خود دادم رسول الله صلی نبود دالا میخورم. من دیگه چی بخورم؟ کافراخ کرده دست چپ میدونشن. ما چی کنیم؟ دست راست. پس رسول الله صلی مسح میکرد با کدام دست خود؟ با دست راست خود. خب و یقول و میگفت اللهم رب الناس، میگفت پروردگار است. اللهم یا الله تو پروردگار مردم هستی، اذهب البأس تو اینمی سختی رو ببر، انت الشافی تو جستی کیست شفا دهنده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله معرفی میکنه شافی کی است؟ اما در افغانستان در افغانستان کی رو میگه شافی؟ پیش می خاله کا بری که بوی سر درس کجا میگه برو یک قبر تر شده. من یک استاد کلان که ما بودیش سفید میگه زیارت میبریم. رفتیم چی کرده استاد زیارت؟ گفت خود از این گشتم کشته. حالا مردم میره که گل از این بگی با سر گشتم نمیخوره. میگه خود از این گشتم خورده بود. گشتم خورده که مرد. حالی سب چی شده؟ دیدم میگه خاک شو بر در چیز میگه مرام بازی دادن در خانه ما گشتم نمیره آدم خاک کیره بخوری گشتم نمیگه. میگه مرا در بدر کرد. خب اللهم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی. رسول اکرم صلی الله علیه و الله دعا میکنه میگه پروردگارا
شفا بتی مریضه انت الشافی، تو شفا دهنده هستی. لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، متفق علیه، حدیث متفق علیه هست. این البی میگه رسول الله هم چی میگه؟ با دست خود سر مریضه مسح میگه. اما اینجا صاحب این یک کارد کشیده. وشتو که اگه مریض باشه سنو کارد که سیل کنه والا میگه من میکشه، میگه من جور هستم اعلام من میرم. یک وقت ما نمیفهمیدیم، یک تفلکم زردی گرفته ما را گفتن ببر پیش یک نفر. رفتیم یک نفر یک قواری کریه المنظر، یک چرک چتل قرزدگی در اونجا شیشتگی برای اوقا گفتم که این نمیشه، نه پیش همی بری دم کنه خوب میشه. خب ما هم صاحب مجبور شدیم گفتیم البته کدام آدم خوب است بریم پیش. گفتیم صاحب سلام علیکم خوب هستی؟ حالییم صاحب یک دکان چتل مردار نامشو نمیگم گمش کو. حالییم صاحب این یک کارد کشید در جان زشت که ما ترسیم کنیم که بسر نیست جن بگیره کلان کارت کالیش تو که ما رو نکشه. اول بچه حکم بود، عقیده‌مون خراب بود. میگم 30 سال پیش ملا نبودم، 30 سال پیش بودیم ما ملا بودیم که عقیده خود ما خراب بود، خود ما صحیح نخوانده بودیم، صحیح درس نخوانده بودیم، تحقیق نکرده بودیم. ملا میگفتن لکن تو حتی مرا دا ملا میگفتن، اما خود ما میفهمیم که صفر ملا هیچ چیزی یاد نداشتیم. خب باز ما سفر پیشتو که پیش از او بود بس خداوند عفو کنه الله عفو بکنه. خب ما میفهمیم دیگه یک پیش از او بود میگه که کارد کلان کشید و دگرد که سر از او و مشکلی است که وشتوک در بغل ما است که کارد توری توری کردن میره و کس دیگه قسم میکنه. انت قسم میگه چطور بودی خوب خانه خیرتی چطور بود فلان فلان پاکالی کارد خطا نخوره باز خوب بود بچه‌ها خوب بود فلان خود نواسات خوب بود فلان. باز بعد از اون بود ما وقتی که کارد انت چتل خور مرداری را که دیدیم مفتون والا و آمدیم که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله خواندیم. در حدیث رسول الله سنجیم که اینی قسم اینی حدیث احادیث است. قسم سوم توسل ای است که انسان در وقت مشکل خصوصیات خودم میگه. خصوصیات خودش چه قسم؟ ضعف خودم، بیچارگی خودم، ایمان خودم. مثلا ایمانت وسیله قرار میدی. چی را وسیله قرار میدی؟ چی میگی؟ مثلا آیت قرآن میگه که اقسم دعا کنین ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. این تعلیم قرآن است که تو ایمانت به الله وسیله بساز. توسل با ایمان خود بکن نه با شخص دیگر. با ایمان خود چی قسم توسل میکنیم؟ ای پروردگارم ما شنیدیم منادیه یک ندا کننده که بر ما صدا میکرد که ان آمنو بربکم، ما مردم ایمان بیاریم به پروردگارتان. فآمنا، پس ما چی کردیم؟ ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. پس پروردگار ما با این ایمان خدا به تو پیش میکنیم تو ما را مغفرت و گناههای و کفر عنا سیئاتنا و گناههای ما را بخش و توفنا مع الابرار. خب این یک آیت. الذین، در آیت دیگه قرآن میگه الله میگه الذین مؤمنان واقعی کی است؟ یقولون میگن که اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. به الله دعا میکنن پروردگار ما ایمان آوردیم، پس توسط ایمان خود به الله چی میکنن؟ توسل میکنن. توسل با چی میشه؟ با ایمان خود انسان. یکی. دوم از خصوصیت های انسان چی است که انسان توسل بکنه؟ با عمل صالح خودش. با چی توسل بکنه؟ اما قصه 3 نفری که در بین غار بودن کلگی میفهمن که 3 نفر در یک غار کو رفتن، در اینجا بند ماندن. وقتی که در اونجا بند ماندن گفت حالا چطور کنیم؟ سنگ از بالا لول خود دم امی سوراخ در کو گرفت. حالا ارسی از اونا فکر کردن که ما چی کنیم؟ در حالت بحرانی سخت، هیچ کس نیست، وقت موبایل هم نبود، تلفن هم برکت زنگ بزنه، کرن و گپا هم نبود و خود بیچاره هم هیچ زور هم نداشتن. سنگ هم در مقابل هر قدر که زور زدن نشد. بالاخره ایران ماندن که حالا حالت مرگ از چی است. گفت چی کنیم؟ باز بالاخره هر کدامشان گفتن خی
عمل صالحی خدا پیش کردن. یکیش گفت پروردگارا من یک دختر کاکا داشتم بسیار زیبا بود و بسیار علاقمند از او بودم، بالاخره او یک مجبوریت قرار گرفت و همون لحظه که او آماده شد مجبور شد من برش پیسه دادم، میخواست که همراهش آماده شد که زنا بکنم، من به ترس تو این کارا نکردم. پروردگارا من اگر امی عمل به خاطر رضایت تو کرده باشم، از ترس تو کرده باشم، سر ما رحم بکن و امی چیز که میگه کمک سنگ چی شد؟ دومیش آمد گفت تو چی کار خیر در زندگیت کردی؟ تو بخی عمل نیک خدا پیش کن. بازو گفت پروردگارا یک کسی بود پیش من کار میکرد، بالاخره چند وقت کار کرد، باز از کار ایلا کرد، یک مقدار پول از او پیش من ماند، او پولش مانده بود رفت، من از این پول از یک دانه گوسفند خریدم، این گوسفند بالاخره با گذشت زمان 2 گوسفند شد، تو چه 3 تا داشت، 10 تا 20 تا 15 سال بعد این مردکه آمد منتها من همون مال از او را گوسفندای از او را نشانی کرده بودم که اینی دمه فلانی. میگه دیگه از مردکه آمد پیش من گفت که او برادر امی یک وقت من پیش تو کار کرده بودم، مزدوری کرده بودم، یک چند صد روپیه من پیشت مانده بود، امور چی کردی؟ میگه من برش گفتم که اون برو یعنی رمه را بگی. میگه سر من سرکت گفت بیا رشخند نزن، رشخند نزن، چرا رشخند میزنی که برو رمه را بگی؟ من خو یک به اندازه پیسه یک گوسفند بود تو علمو برام بده. میگه من گفتم برادر عزیز من رشخند نمیذارم، من مسلمان هستم، اونم پیسه یک تو پیش من مانده بود، من امور یک دانه گوسفند خریده بودم، اونم گوسفند تو با گذشت زمان قناق شد و چند تا 15 تا 20 تا یک تا رمه شدن، برو گوسفندای طبیعی برو پناهت به خدا. میگی نفرم تو دست به دعا خیست و رفت. میگه باز من گفتم پروردگارا اگر اینمی ترحم بالای از این مسکین و اینمی صداقت به خاطر رضایت تو کرده باشم، پس بالای ما رحم کو. یک کمی همی چیز شد. باز میگی یک کمی دیگه هم چیز شد. باز هم یک جای مانده بود که فارغ شده نمیتونستن، پدرش بود یا مادرش بود دیگه، اون میگه ضعیف بود. باز میگه من که میامدم اول پیش از این به اولادای من شیره بودم، برای کی میدادم؟ به اون پدر مادر ضعیف میدادم، ورا خو برده بودن، کاسه در دست من بود و من میلرزیدم و چطور بود. پس و حصه شیر خود را نوشیدن دیگه تا ای که مثلا طفلای خب صبح در حالی که فرزندان خورد سالم در پیش پایم از گرسنگی سر صدا میکردن، پیش آنها پس آنها از خواب بیدار شدن. میگه واره خواب برده بود، طفلکام گریان میکرد که شیر شیر شیر. میگه وا بیدار شدن، باز از شیر خوردن و من اینمی کارا به خاطر از اینکه نسبت به اولادای خود کرده به مادر و پدرم زیاد رحم میکردم. پروردگارا اگر امی شفقت من به خاطر زایت تو کرده باشم، سر معامل رحم کو، امی سنگ دور کو. میگه دیگه قسمت سنگ مرسی از اینا برآمدن. پس این علما میگن که یکی از توسل با چی میشه؟ با اعمال صالح. اول توسل با چی بود؟ ایمان خود انسان. دوم با اعمال صالحی خود انسان است. سوم قسمش چی هست؟ توسل با ذکر حال خودش. مثلا یک نفر حالت خراب داره، مریض است، درد داره، مشکل داره، میگه پروردگارا من ضعیف هستم، مریض هستم، مسکین هستم، عاجز هستم، آلوده سختی هستم، تو بالای ما رحم کن. مثل چی واره؟ این هم در قرآن عظیم شان آمده است که زکریا علیه السلام آمد برای پروردگار چه قسم دعا گفت؟ رب اینی وحن العظم منی، پروردگار استخوانای من چی شده؟ بسیار ضعیف شده. و اشتعل الرأس شیبا، سرم چی شده؟ موی سرم سفید شده دیگه. ولم اکن بدعای که ربی شقیا، پروردگار من دعای تو هم شقی نبودم که من بریم با پیش قبر کسی یا به زیارت کسی یا پیش مرده کسی یا به مخلوق رجوع بکنم. این کارم نکردیم، شقاوت نکردیم، گناه نکردیم، فقط به بارگاه تو رجوع کردیم. و اینی خفت الموالی من ورایی و کانت امرأتی عاقرا، خودم خوین تو هستم، استخوانم پوسیده، سرم هم سفید است، خانم ما عاقر است. عاقر چی معنی؟ یعنی خانمی که طفل به دنیا نمیاره. خب فهب لی من لدنک ولیا، پروردگار تو ذاتی هستی که این خود اسباب است، تو ما فوق اسباب هستی، بر من بدون از این اسباب یک اولاد بده، یریثونی و یرث من آل یعقوب و اجعله ربی رضیا. باز پروردگار دعایش قبول میکنه، برش یحیی علیه السلام پیدا میشه. این یکی از توسل چی است؟ انسان با حالت ضعف و بیچارگی خود به الله رجوع میکنه. پروردگار من مریض هستم، من بیچاره هستم، من ناتوان هستم، دیگه کسی ندارم، فقط بارگاه تو از به تو رجوع کردیم، این مشکل مرا حل بکن. این توسل با چی میشه؟ با قسم چهارم توسل با ذوات فاضله هست که ان شاء الله ما و شما در هفته آینده بخیر میخوانیم. با ذوات فاضله و اشخاص که در اصل از اونها رسول الله صلی الله علیه و آله است که آیا با اشخاص با ذوات فاضله با این توسل درست است و چه قسمش درست است چه قسمش نادرست است، به حساب عقیده کدامش باید شود.